диққат 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 ситоди ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ муассисаи рақами 12 хабар медиҳад. аз ҳамаи омӯзгорон ва комиссияи эвакуатсионӣ хоҳиш карда мешавад ки хонандагонро мувофиқи нақшаи эвакуатсионӣ ба саҳни мактаб бароранд. مشق مدافع گردنی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 دهه قلعه لب آب ناحیه تاجیک‌آباد برگزار گردید. چرابینی مذکور با مقصد بلند برداشتن سطح آمادگی خوانندگان و آموزگاران به حالت‌های فوق‌العاده، اینچنین تحکیم دانش‌های عملی عاید به قاعده‌های بی‌خطری و حفظ حیات دایر کرده شد. در این تدبیر نمایندگان بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی ناحیه، اینچنین نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اشتراک نمودند. ضمن برگزاری چرابینی، اشتراکچیان با ترتیب دستور واکنش هنگام رخ دادن حالت‌های فوق‌العاده از جمله زمین لرزه، سوختار و دیگر آفت‌های طبیعی شناس گردیدند. همزمان راه‌های اواکوئاسیون سر وقتی از بنا، استفاده واسطه‌های اولیه خاموش کردن سوختار و رسانیدن یاری اولیه طبی به طور عملی نشان داده شد. مسئولین ساحه تاکید نمودند که گذراندن چنین مشق‌ها در مؤسسه‌های تعلیمی برای حفظ جان خوانندگان و کارمندان، اینچنین پیشگیری عاقبت‌های ناخوش حالت‌های فوق‌العاده اهمیت مهم دارد. ذکر گردید که بلند برداشتن سطح معرفت بی‌خطری میان نورسان یک از سمت‌های افزایش‌ناک به حساب می‌رود. در انجام فعالیت اشتراکچیان از جانب متخصصان مثبت ارزیابی گردیده با آموزگاران و خوانندگان برای اشتراک فعال با افتخارنامه و سپاسنامه‌ها قدردانی کرده شدند. یادآور می‌شویم که چنین چرابینی‌ها با مقصد بلند برداشتن آمادگی اهالی به حالت‌های فوق‌العاده منتظم در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه برگزار گردیده در تامین امنیت شهروندان نقش مهم می‌گذارد. بختیار مهرالدین، تاجیک‌آباد، اخبار.